به نام خدای بخشاینده مهربان. روح و روان شهدا شاد. جانی جنرال اکرام الدین سری و امین الماس را گرفتند تا زمانی که بیدار نشوین. جاسوسان از خالیگاه استفاده میکنند. انسان ها از تجربه و شکست می آموزند. چه علت است؟ تقریبا 2 قرن می شود. تباران دیگر غیر از افغان روزانه نسل به نسل قربانی می دهند، ولی بیدار شدنی نیستند. یا عادت کردن یا احساس ندارند. فردا نوبت ما و شما هم می آید. قبلها جانی صدها هزار را گرفتند، اما مثل گذشته ها پایان برنامه نیست. خاصتا از 1357 خورشیدی جان گرفتن، تجاوز، چور، چپاول، کش دادنهای اجباری تباران دیگر غیر از افغان جریان دارد. تباران دیگر خاصتا تاجیکان، هزارها، ازبک ها احمقانه پایان میدهند به جام شهادت نوشاندن و تسلیت گفتن. دشمن افغان امان تروریستی شناخته شده است، اما از بیکفایتی و ناآگاهی تباران دیگر استفاده کردن و میکنن. چون ملاهای منافق استفاده جوی این حرفهای دروغین را به سمع شما دادن، باورهای شما نه جنبه اسلامی دارد نه انسانی، برعکس مغایر فرمان خدا. این رفتارها و کردارها شما در کدام سوره قرآن کریم آیه نازل شده که دشمن قتل کند، تجاوز کند، صاحب حق به خدا بسپارد و جام شهادت بنوشاند و خویشاوندان تسلیت بفرستند؟ به عبارت دیگر در کره ارضی در کدام کشور با دینهای مختلف چنین کردار و افکار جاهلانه صورت میگیرد؟ قطعا چنین افکار احمقانه جاهلانه وجود ندارد. فقط در کشور افغانستانی کنونی قوم افغان تکرارا جنایت میکنند، ولی تباران دیگر غیر از افغان سکوت اختیار میکنند. پس انسان بودنتان مطابق فرمان خدا زیر سوال نمی رود. تا زمانی که بیدار نشوید جنایت افغانیسم پایان یافتنی نیست. در غیر آن امان گوسفندان قربانی بودین و می باشین نسل به نسل. در اخیر فرمان خدا: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.